سلام بچه، چطور دارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو بچه ها اومدیم با اون چیزایی که توی ویدیو قبلی بهتون گفتم داخل کامنت رو بنویسید. بله خب بچه داشتم میگفتم توی ویدیو قبلی که بهتون گفتم ایدهاتون داخل کامنت رو بذارید، 3 تا کامنت داشتیم. ویدیو 12 تا ویو خورد و 3 تا کامنت داشتیم. یه نفر گفت ترقه بازی، مثلا موضوع ترقه بتونی که یه ویدیو تدارک دیدیم که 10 پورت هستش و ترقه سیگاری. یه ویدیو دیگه هم یعنی 2 نفر دیگه هم توی کامنت ها گفتن سعی کن نخندی بذار گفتن سعی کن نخندی بذار و الان قرار 2 تا پورت از سعی کن نخندی بذاریم. هر هفته یه دونه سعی کن نخندی بذاریم، یعنی 2 هفته هر 2 تا کلا سعی کن نخندی داریم و قراره توی هر 2 هفته یه دونه سعی کن نخندی توی هر یه هفته سعی کن نخندی بذاریم. لالی شدی. خب الان دیگه بریم سراغ سعی کن نخندیمون. حاج آقا سلام. سلام قربان. خسته نباشین. فداتون بشم. حاج آقا آرزوتون چیه؟ آرزو دارم که این کسی که این چکشا داد دستی ما، مشترات داد دستی ما، گردنا داد دستی ما، به تو قبل بکشنش بیرون. همین چرخا بکنم تو کوچه به کوچه، دونه به دونه، گوشه به گوشه میام من. خیلی سم بود بچه این. خب بچه سلام عزیزم، امروز میخوام بهت یاد بدم که چجوری تو 1 دقیقه ماینکرافت رو تموم کنی. اول ببین اینجوری چوب میکنه، برش بیاره، بعد مثل حیونا کل درختای منطقه رو پاف 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 همینجوری میکنی. برای میبینی چیکار میکنی؟ میکشیش و پشم و گوشتشو برمیداری. حالا با اون سلیقه شخمی تخیلیت با تمام بلاکایی که جمع کردی یه خونه چرت و پرت میسازی. چه جوری؟ اول دیوارشو میچینی، میرینی، یه بار دیگه دیوارشو میچینی، این دفعه درست کار میکنه و درشو میذاری و خونت ساخته میشه. بعد در حالی که داری یه دنس مشتی و خیلی ابیتوری و گوگوشتوری میزنی، پاف یه صدایی میاد و میبینی که کلیپر مادر. آره همینجوری که تو هوایی، آره همینجوری داد میزنی. بعدش میافتی توی قار و شروع میکنه به ماین کردن و همینجوری هی میری پایین هی میری پایین هی میری پایین و پاف یهو زغال. ببینید بزرگترین مشکل من توی ماینکرافت همین کلیپ مادر. بعد میبینی آهن پیدا بکنی، بعد طلا پیدا بکنی، سیگارت. وای ساجی این جزء برنامه نبود، این دیگه اینجا چیکار میکنه؟ داشتم میگفتم بعد با جمعی از خوبان روبرو میشه و همشونو پاف 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 میکشی، پاف 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 میکشی، تیر میزنی پاف 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 اونم میکشی. حالا که رد دادی یهو یه وارده میزنه تا پاف دایمت پیدا بکنی، اینجوری میکنی. بابا خانم شیر 100 بار گفتم این پیازو نذار توی یخچال مرغ بو میگیره. ای بابا شما همچین چیزی بهم نگفته بودین. من چجوری بگم این پیازو نذاری توی یخچال مرغ بو میگیره؟ حداقل با لحن قشنگ‌تری بگین. لحن قشنگ‌تر؟ بله. پیازا رو نذار تو یخچال مرغ چون که بو میگیره بو میگیره. دست شکر تو کجاست؟ دست شکر اگر سوال منو درست جواب بدیم میزم دوزی کنه. دست شکر تو کوش. بچه ها سانسورهای مورد نیاز رو همه خودم انجام میدم، نگران نباشید. اگر سوال منو درست جواب بدیم میزم حساب میکنم. اوکیه. سر میز الان چند تا شخصیت وجود داره؟ 2 تا شخصیت. اشتباه گفتی چون من 2 شخصیتیم. من کلا آدم بی شخصیتی هستم. همین حالمون صورت‌ها ما رو بیا. خب بچه ها بود از ویدیوی امروزمون. مرسی تا اینجا ویدیو من همراه بودید. دورتون بگردم تا ویدیو بعدی اونجا شد پرونجا و سلامت باشید.